حس شیشمت چقدر قویه. این تصویر روزه یا شبه؟ سیاه‌سفیده ولی فکر کنم روز باشه دیگه. شب که ابرا اونجوری معلوم نیستن طبیعتا. یس! این لیمو شیرینه یا لیمو ترشه؟ لیمو ترش که کوچیک‌تره. البته نه، لیمو ترش گنده است. لیمو شیرین بالا پایینش اینجوری نیست، شاید پرتقاله. لیمو ترشه. یس! این آقای به چه عددی داره فکر میکنه؟ بهش میخوره آدم 8 باشه. من میگم 8. 5 بود. این شخص سگا رو دوست داره یا گربه ها رو؟ ولی انگار هوش مصنوعی شخص رو درست کرده، ولی خونه‌اش خونه‌ایه که اگه گربه باشه میره اون چیز میذاره میندازه گلدون ملدونا رو پایین. من میگم سگ پرسنه ایشون. بنازم استدلالم قویه دوستان، پس به عشق حاجمو لایکو بزنید. خرس تدی کجا قایم شده؟ والا تدی من که اینجا قایم شده بود. ولی کن تدی جان تو کدومه داداش؟ تو کدومی یعنی خودت؟ توی 1. خب ببینیم تدی درست گفت یا پیپی کرد. 2 بود. گراز کدومی که از این موها؟ یال اسبه. یال اسب تصویر سمت راستی انگار گوش آدم بینشه. فکر کنم موی خانوم باید باشه. پس 1 با اینکه شبیه یال اسب نیست میگیم یال اسب. بنازم بازم استدلال. و آخرین سوال، آیا رنگ لباس من طی این ویدیو تغییر کرد یا نه؟ یه بار دیگه این ویدیو رو از اول نگاه کن چون میخوام بدونم که